سلام بچه، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. بچه خیلی دلتنگتون بودم و خوش اومدین به ویدیو خودتون. بچه امروز هم یه ویدیو آموزشی دیگه داریم و خب میتونم بگم دیگه جزء آخرین ویدیوهای آموزشی هستش و فعلا یه مقدار دیگه از آموزش ما فاصله میگیریم و میریم سراغ گیم پلی و هایلایت و تورنمنت و اینجور چیزا. و آره دیگه فعلا دیگه ویدیو آموزشی نمیذارم، چون به نظر خودم هر چی که لازم بود و بهتون گفتم. یعنی توی این ویدیو هم دیگه تکمیل میشه چیزایی که باید بهتون میگفتم و بعد دیگه بچه‌ها چیزایی که باید میگفتم و گفتم. حالا میخوام یه چیزای جدیدترم بگم که دیگه اصلا بازیتون از این رو به اون رو بشه. میخوام چیکار کنیم تو این ویدیو؟ میخوایم بهتون آموزش بدیم که چجوری لگ نگیرین و از همه مهمتر لگدگانتون رو از بین ببرین. یکی از مهمترین چیزایی که شما از من درخواست کرده بودین این بود که آموزشی بذارم که هم رفع لگ بهتون بگم و هم بهتون یاد بدم که چطوری لگدگانتون رو بگیرین. و این دوتا هم خب یه چیزای آزاردهندن واقعا. حالا من که آیپد دارم خب لگ رو زیاد تجربه نمی‌کنم، ولی خب قبلا موبایل پلیر بودم و میدونم چه درد وحشتناکیه و لگدگانم حتما بهتون میگم. بریم داشته باشیم. بچه من صرفا یه توضیح کوچولو هم میخواستم بدم، اینکه با توجه به اینکه خب من بچه مدرسه هستم و شاید الان بهم نیاد زیاد، ولی خب دیگه امتحانام شروع شده و باید حواسم به درس و امتحانام باشه. امکان داره یه مدت فعالیت نکنم. حالا منظورم از یه مدت یک ماه نیست، مثلا شاید یک هفته یا 2 هفته مثلا نباشم و خب تمرکزمو بذارم روی درس و امتحانا که حداقل این همین گیمی هم که دارم پدر و مادر ازم نگیرن. و آره بچه‌ها دمتون گرم، امتحانام شروع شده و خب من باید تمرکزم رو امتحانام باشه. ولی خب شما اهمیت میدم، یکی دو تا ویدیو آماده دیگه دارم میذارم براتون و به احتمال شما که الان دارین این ویدیو رو میبینین من امتحانام دیگه شروع شده و خب الان دارم امتحان میدم. و آره دیگه بچه‌ها بریم سراغ رفع لگدگان. بچه‌ها لگدگان یه دلیل کاملا ساده داره توی گیم و خیلیاش برمیگرده خب به اتچمنتی که شما چیدین. امکان داره اتچمنتی که چیده باشین خب ریکویلش بالا باشه، مثلا طبیعی هم هست، پیش میاد. و خب میگم یکی از مباحثی که هست شما باید حتما به اتچمنتی که میچینین دقت بکنین که ریکویل گانتون حالا صفر نه ولی خب خوب باشه. دلیل دوم اینه که بچه باید به سنستون خیلی تسلط داشته باشین و لگدگان دقیقاً میشه همون کنترل کردن گان و خب لگد میشه یه چیزی علیهش. وقتی مثلا گان یه جوری انگار از کنترلتون خارج میشه، مثلا وقتی دارین تیر میزنین، وقتی دارین ADS میگیرین، گان وقتی از دسترستون یا از کنترلتون خارج بشه در اصل یعنی شما گانتون لگد گرفته. حالا باید چی کار بکنین که این رفع بشه؟ بله، کاری که باید بکنین خب میگم یکی این که خیلی باید روی سنستون تسلط داشته باشین و خب تمرین دیگه. تمرین اگر بکنین راحت میتونین به سنستون تسلط پیدا کنین و روزانه 4-5 ساعت هم نمیخواد تمرین کنین، روزانه 10 دقیقه ربع ساعت فقط بچه‌ها گانی که دوست دارین باهاش بزنید. مثلا شما تو گیم خیلی 117 میزنید، خیلی مثلا فنک میزنید، با این گانا بشین این تمرین بکنین و معمولا لگد برای شاتگان بچه‌ها نیست. مثلا این فنک رو میبینین، سعی کنیم با یه فنک اتچمنت دار شروع کنیم تمرین کردن، چون فنک کلا گانیه که خب بعضی وقتا امکان داره لگد گیرش بیاد و اگر شما بتونین عادت بکنین که لگدگان فنک رو از بین ببرین خیلی توی استفاده از دیگر گانها فردوسی زمانه خیلی میتونین توی استفاده از گانهای دیگه بچه‌ها بهتر عمل بکنین. مثلا گانهای دیگه خب 117 ریکویلش بد نیست و کم لگد میگیره. مثلا شما بتونین با گانی که لگدش زیاده تمرین بکنین که بتونین لگدش از بین ببرین، خیلی میتونه کمکتون بکنه توی استفاده از گانهای دیگه. و آره دیگه بچه‌ها یه سری کارهای دیگه هم هست که من الان بهتون نشون میدم و بعد از این که نشون بدم خب یه سری تنظیماتیه که شما باید توی حالا بیسیک و سنسیتیویتی و اینجور چیزا تغییر بدین. و آره دیگه بچه‌ها حالا که نشونتون بدم بعدش میریم یه گیم پلی میبینیم، برمیگردیم دیگه. بعد از گیم پلی اون آموزش رفع لگ هم براتون میذارم. بچه‌ها رفع لگدگان مجموعه‌ای از کارهایی که شما باید انجام بدین. بعضی‌هاشون به خودتون ربط داره که مثلا باید تمرین بکنین، به گانتون مسلط بشین، به سنستون مسلط بشین. بعضی از چیزاش هم بستگی داره به خب تنظیماتی که توی گیم هستن. حالا من بهتون یه چیزایی که توی سنسیتیویتی با تغییر بدین رو بهتون میگم. و بچه‌ها همونطور که می‌بینین اینجا تو قسمت فایرینگ سنسیتیویتی بچه‌ها من سنسمو تو ویدیوهای قبلی گذاشتم ولی اینجا بازم دارم بهتون نشون میدم. حتما
حتما این سنسی که دارین میبینین و مخصوصا توی قسمت 3x تکتیکال اسکوپ و ADS سنسیویتی و 6x و 8x و اینا رو حتما همین چیزی که گذاشتم بذارین، همش رو 93. توی بیسیک هم بچه‌ها این قسمت FOV رنج فرست پرسن رنج توی این قسمتی که دارین میبینین گذاشتم روی عدد 90. بچه‌ها عدد 90 یه عدد کاملا دلخواه، شما میتونین هر عددی که دوست دارین بذارین. باعث میشه که وقتی شما A میگیرین بستگی داره که مثلا چقدر نزدیک انمی میشه، این شکلیه. بستگی داره که خودتون چقدر راحتین، میتونین از 60 امتحان بکنین. مثلا من خودم پیشنهادیم 80 به بالا هستش، مثلا اینا نه زیاد دوره نه زیاد نزدیکه. 80 به بالا به نظر من یکی از بهترین آپشن‌ها برای اون فایرینگ سنسیو اون FOV پرسونال رنجشه و میگم راحت میتونین تنظیمات بزنین. حالا من خودم رو 90 گذاشتم و خب باش راحتم. شما میتونین به نظر من روی 80 به بالا بذارین که خیلی کمکتون میکنه، هم کنترل بیشتری روی گانتون دارین و هم بهتر ایم میگیرین و آره دیگه نه زیاد دور نه زیاد نزدیک. این شکلی کنترلتون روی گان خیلی بهتره، فضای بیشتری دارین که ببینین. و بچه‌ها یه آموزش دیگه هم گذاشتم توی ویدیو قبلی، آموزش ایم چیتری که ایمتون یه مقدار قفل میکنه روی انمی و خب اینم یه مقدار لگدگان از بین میبره و اونم حتما ببینین. اون ویدیو همین ویدیو قبلیمه، حتما ببینید. دمتونم گرم. Тратишь, замучит кашель, чего стоит, покажет. Пока молодой, значит время дорог. Если надо будет, это порог. Все, что потеряем, но потом найдем. Так что давай, так что понеслось. Kaldırır. Все, что потеряем, но потом найдем. Так что давай, понеслось. Меняют на поток. Улетами бьются на кровь. اینا پیشم نماشه نگاه من رو بزنید. الو نماشه سلمان به من آرتیجی در الان مجبور شدم روانیم کردی بدید تو رو خدا نمیدونم شنم سه نفر ماشالله خیار موزه خیار موزه بابا قسمه
حتی سوری اول خب بچه برگشتیم با آموزش رفع لگ. بچه لگ خب فکر کنم همتون هم بدونین، بیشتر از منم بدونین، کاملا ربطش به دیوایسه و خیلی ها که مثلا میان میگن پکیج آموزش رفع لگ و اینجور چیزا و مثلا اپلیکیشن دارم رفع لگ میزنم. اینا نه بچه، اینا واقعا اسخای میکنم کسشر محضه و واقعا به این کسشرایی که بعضی از یوتیوبرها میان میگن اصلا توجه نکنین. و رفع لگ بچه ها کاملا بستگی به دیوایستون داره. حالا یک سری راهکار هست که میتونین لگتون از بین ببرین، ولی خب دیوایس دیگه هر لحظه ممکنه داغ کنه، هر لحظه ممکنه اتفاقاتی بیفته که نباید بیفته. بچه کاری که من انجام دادم دیدین، دقیقاً باید همچین چیزایی که من زده بودم رو ببینین. با این که من آیپد هستم ولی تنظیمات گرافیکم رو یه جوری چیدم که راحت اگر حتی در بدترین شرایط، حتی فن خنک کنندم خراب شده باشه، برق رفته باشه، گرما باشه، همچنان برام کار بکنه. و خب بچه‌ها تنظیمات گرافیک من توی ویدیو قبلم یکی ازم پرسیده بود، اصلا لگ نداره و حتی بچه‌ها حتی بعضی وقتا لگو هم از بین میبره. نمیدونم باورتون میشه یا نه. یعنی انقدر این تنظیمات گرافیک سبکه که وقتی شما روی دیوایستون میشینین اصلا انگار نه انگار. و خب همونطور که میدین بچه‌ها هایلایت و شادوز و بچه‌ها هر چقدر رو به آخر باشه کار دیوایستون برای لود بازی سخت‌تر میشه، چون جزئیات بیشتر دیگه میشه دیگه، هایلایت بیشتر میشه، سایه ها بیشتر میشه. بچه‌ها هر چقدر این دوتا گزینه یعنی هایلایت و شادو رو به وسط تر بیارین بهتره. حالا من چون آیپد دارم خب دیگه یه ذره دوست دارم از گرافیک بازی من لذت ببرم. و مورد دوم همین ساتوریشنی که داریم میبینیم من بالا پایین میکنم. بچه‌ها بالای 50 باشه خیلی دیوایستون روون‌تر میشه و درسته شاید یه ذره دیدتون توی گیم کمتر بشه، یعنی مثلا یه مقدار اذیت کننده باشه، ولی خب خیلی بهتره، خیلی بهتره. الان من گذاشتم رو 60. شما رو هر کدوم که دوست دارین میتونین بذارین. دمتون گرم بچه‌ها که این ویدیو رو دیدین و خب گفتم یه مدتی نیستم، قطعا دلتنگتون میشم، یه مدت هم زیاد طول نمیکشه و میام سریعتر. ولی خب بچه‌ها امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره و هدف من اینه که شما رو سرگرم کنم، بازیتون از اینه که هست بهتر کنم. قطعا شما بازیتون از من بهتره و اصلا شما شاهزاده ها و خانای منین و دم همتون گرم که من دنبال میکنین. امیدوارم رو ویدیو به درتون خورده باشه و خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. حتما مراقب خودتون باشین. اونایی که امتحان دارن هم امیدوارم موفق باشن مثل خودم و دمتون گرم بچه‌ها. میبینمتون.